خدمات علاقه تاجیکستان ارزیابی سازمان‌های جهانی درباره نرخ گران و کیفیت بد اینترنت در این کشور را غیر واقعی خواند. مسئولان این نهاد در نشست خبری که روز 24 ایول دایر شد گفتند که اینترنت و ارتباط همراه در تاجیکستان ارزان است و مردم توان مالی دسترسی به آن را دارند. در جمهوری تاجیکستان 10 میلیون و 700 هزار اهالی هست. تقریبا 10 میلیون و 700 هزار اهالی. اناکنون وایها با این نوبت میگیرن انامین 10 میلیون و 700 هزار از این چقدر استفاده برنده اینترنت است، چقدر استفاده برنده علاقه موبیلی است. لیکن به نظر نمیگیرن که از این 10 میلیون و 700 هزار 1 میلیون و 700 هزارش این شهروندایی که از سن 1 تا 5 ساله هستند. از سن 1 تا 5 ساله هستند. اینا چی به نظر نمیگیرن؟ دولت‌های خودشون به نظر نمیگیرن. سازمان بریتانیایی برادبند جین روز 17 اپریل در گزارش شاخصی دسترسی به داده‌های ارتباط همراه تاجیکستان را در میان 179 کشور در جای 163 قرار داده بود. این نهاد نرخ اینترنت را وابسته به درآمد میان اهالی حساب کرده و گفته بود که در تاجیکستان یک مشتری برای 10 جیبی اینترنت $1377 خرج می‌کند. کارشناسان میگویند برای واقعی یا غیر واقعی بودن این ارزیابی‌ها باید وضع تاجیکستان را با کشورهای همسایه قیاس کرد. در تناسب در نسبت به آن درآمدی که ما داریم در تاجیکستان، درآمد میانه و نرخ میانه‌ای که داریم خیلی قیمت است و آن صفتی که ما در اینجا داریم متاسفانه به حتی سطح میانه‌ای یا اینکه نصف آن چیزی که در کشورهای همسایه به مثال قرقیزستان یا اینکه قزاقستان اگر آسیای مرکزی را گیریم نمیرسد. خدمات علاقه میگوید شکایت‌های زیادی مشتریان از گرانی و کیفیت پست اینترنت بیانگر آن است که آنها خیلی نازک شدند و به نظر نمیگیرند که چند سال پیش وضعیت چگونه بود. اما مردم در خیابان‌های دوشنبه نظری مسئولان را رد می‌کنند. نه نیست. مثال من همه شبکه‌های اجتماعی استفاده میبرم. من باشم پیش از کمپانی زیت موبایل استفاده میکردم. حاضر از تیسل هفته گذشته تیسل 120 سومانه بود، از من 130 سومان کردن. اصلا راضی نیستم چون حاضر عین حال چند ماه اخیر صورت به نهایت سوس شده است. پیش هم سوس بود اما کار کردن میشد، حداقل حاضر نمیشود. مثلا برای یک صورت روان کردن تو باید حداقل 1 دقیقه یا از اون هم زیادتر ایستی تا اون صورت رود. با اون پنسیونر البته قیمت ها و پنسیونر رو خیلی 300-400 بگه چی بشه و حساب داره. نه فقط میگافون از کار میکنه، بلاین خیلی دست کار میکنه. نرخ گران و صورت کند اینترنت در تاجیکستان همیشه از سوی مشتریان و سازمان‌های بین المللی انتقاد می‌شود. خدمات علاقه میگوید که ارتباط در 96 و از 3% حدود کشور تامین است که 86% اهالی تاجیکستان از علاقه استفاده می‌کنند. شماره کاربران اینترنت در تاجیکستان را این نهاد 4.8 میلیون تن برآورد کرده است. فروش اینترنت در تاجیکستان بیش از 10 سال اخیر در انحصار شرکت دولتی تاجیک تلکام است. شرکت‌های دیگر حق مستقلانه وارد کردن آن را ندارند. در آغاز سال 2024 2 شرکت اجازه گرفتند که قسماً اینترنت را وارد کنند، ولی آنها تا هنوز این کار را آغاز نکردند. تاجیکستان در رده‌بندی دسترسی به اینترنت در میان کشورهای آسیای مرکزی نیز در آخرین رده قرار دارد.